ها کشته و زخمی نتیجه 3 حمله انتحاری و بمبگذاری های امروز در غرب کابل. اکثر قربانیان دانش آموزانند. انفجار نخست در مرکز آموزشی ممتاز در قلعه نو دشت بچی رخ داد. اما 2 حمله دیگر در مکتب عبدالرحیم شهید در مرکز دشت بچی جان 10 تن را گرفت. مکتب عبدالرحیم شهید یکی از بزرگترین لیسه های کابل است. چندین سال پی هم بهترین های کنکور سراسری افغانستان از همین مکتب فارغ شدند. دو انفجار در فاصله 5 دقیقه از هم رخ داد. شاهدان عینی در دقایق اول اجساد بیشتر از 30 نفر را شمردند، اما از تلفات نهایی هنوز خبری در دست نیست. ما آمدیم شفاخانه علی جناب به خاطر از اینکه اگر خون لازم شود یا هر همکاری که به خاطر خانواده شهیدا یا زخمی‌ها باشه. اما وقتی طالبان میآید در روی یک کسی که یا زخمی داره یا او بیچاره و بدبخت نمیدونه که نمیال فرزندش بهداشت برسه، کسی در رویش میزنه. درگیری مردم به شفاخانه محمد علی جنا با طالبان به خاطر ممانعت ورود به داخل شفاخانه محمد علی جنا عصبانیت مردم را نشان میده و تیراندازی مردم برای به خاطر پراکندن تعداد افراد. امروز 3 شنبه تاریخ 30 حمل است. در پیش شفاخانه علی جنا هستیم و نفرایی که می‌بینید اینا به خاطر دادن خون آمدن تا اینجا، اما اجازه ورود به خاطر شفاخانه را داده نمیشه و بعضیشان حتی فامیلایشان است، اما بازم بهشان اجازه داده نمیشه از قسمت. حمله کننده انتحاری شاگردان دوره عالی این لیسه را هدف قرار داده است. حمله نخست در بیرون بزرگترین دروازه این مکتب به وقوع پیوسته. انفجار دوم در کوچه پشت سر مکتب رخ داد، جایی که همه از آنجا در حال فرار بودند. طالبان از انتشار آمار دقیق جلوگیری میکنند و حتی از کمک کردن مردم و مجروحان جلوگیری کردند. به هر حال اما این نشان میده که یک فاجعه جدی است و نشانه از رفتن افغانستان به یک مرحله پیچیده دیگر. این دست حملات در غرب کابل که عمدتاً منطقه هزاره و شیعه‌نشین است تازگی ندارد. روز 18 حمل سال گذشته نیز چند انفجار پی هم شبیه امروز دختران دانش آموز در غرب کابل را هدف قرار داد. در آن حمله بیشتر از 100 دانش آموز دختر جان باختند. سالهای پیش مرکز آموزشی موعود و مرکز آموزشی کوثر دانش نیز هدف حملات خونبار انتحاری قرار گرفته بودند. تمامی قربانیان این رویدادها مربوط به یک منطقه و از یک گروه قومی بودند. طالبان اما به جای کمک به مجروحان و فراهم کردن تسهیلات لازم برای انتقال مجروحان به بیمارستان، تمام تلاششان این است که از انتشار اخبار این فاجعه جلوگیری کنند. آنها حتی کامراهای عکاسی و فیلمبرداری چندین رسانه را توقیف کرده و یک خبرنگار را نیز بازداشت کردند. قربانیانی که در سکوت کفن خونین می پوشند و مردمی که زیر سایه مرگ حتی حق گریستن ندارند، غرب کابل را به فراموشخانه خاموش و بی‌پناه بدل کرده است.